بلال رضی الله تعالی عنه میفرمایند، میگه شب از شبها پیش از صبح بود، یعنی پیش از نماز بامداد، من از خانه بیرون شدم قصد کردم برای اذان بامداد، یعنی مسجد رفتم. در این مسجد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کشادم. وقتی داخل شدم میگه تاریک بود، شب بود، پیش از صبح بود، تاریک بود. داخل شدم، میگه دگوشم صدای رسید که شخصیت دگوشه مسجد ایستاده است و گریه داره، شخصیت نشسته گریه داره. حضرت میفرمایند گفتم سبحان الله، در این دیر شب، در این نیم شب چی شخصیتی باشه که در این مسجد گریه داره؟ حضرت میفرمایند در حال چراغ مسجد گریان کردم. چراغ‌های اون زمان مثل چراغ‌های ما نبودن، اونها از روغن از پخته یعنی تیار کرده بودن. میگه وقتی چراغ گریان کردم، نگاه کردم که در گوشه مسجد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته از گریه داره. میگه در نزد جناب پیغمبر رفتم، دو زانو نشستم، تم یا رسول الله فداک ابی و امی، یا رسول الله پدر و مادرم جان من فدای شما بود، شما برای چی گریه میکنه؟ سبب گریه شما در چی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب گفتن ای بلال، امشب یک آیت نازل شد، یک خبر برای من رسید که من میترسم که اکثر امتهای من جهنمی و دوزخی میگردند، اکثر امتهای من به دوزخ میروند. حضرت پرسیدن یا رسول الله اون آیت چی؟ کدام آیت بود؟ حضرت این آیت تلاوت کردن، استعوذ بالله، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. رب العالمین گفتن در جناب پیغمبر گفتن خداوند این آیت نازل کرد. رب العالمین میفرمایند در پیدایش آسمان ها و در پیدایش زمین و در گردش شب و روز یک نشانه قدرت و توانایی و بزرگواری الله است برای انسانهای صاحب عقل. یعنی ای برادر بزرگواری من، وقتی ما آسمان میبینیم فقط یک هوا نبینیم، فقط یک مهتاب و آفتاب و ستاره نبینیم. وقتی آسمان میبینی قدرت و توانایی و بزرگواری الله فکر کن که چی ذاتی بزرگوار ایره خلق کرده است. فقط یک ستاره نبین، آفتاب و مهتاب نبین، گردش شب و روز نبین. وقتی آفتاب دیدی که در این آفتاب یعنی آسمان آفتاب میبراید، مهتاب میبراید، ستاره ها میبراید، ابرها میگردن، شمال میگرده، در این یعنی قدرت و توانایی پروردگار را نگاه کن. چه ذاتی بزرگه که این آسمان کلان به ستون نگاه کرده است. یک عمارتی اندکی ما را ببین چند ستون داره. قدرت و توانایی پروردگار را ببینه برادران عزیز که این آسمان کلان به ستون نگاه داره. تا امروز برادر بزرگوار کدام من شما در این فکر کرده بودید؟ کدام ما شما را در فکر آمد که چه ذاتی بزرگی که این عالم خلق کرده است؟ و زمین میبینید در زیر پای من شما آرام استاده است. در روی زمین نوعی مخلوقات حرکت میکنند، چی از درنده و پرنده و چرنده و گزنده و دونده و رونده، نوعی مخلوقات در روی زمین حرکت میکنند. چی میبینی برادر عزیز؟ یک مورچه را میبینی چقدر خرد و اندک و میده است. اون دل داره، اون جگر داره، اون شکم داره، اون روده داره، در بدن اون خون حرکت میکنه. چه قدرتی بزرگی او را خلق کرده است الله رب العالمین. باید انسان فکر داشته باشه. گردش شب و روز ببین برادر عزیز، وقتی روز دنیا همه روشن میشود، همه در حرکت میدراید، اما وقتی شب شد همه تاریک میشه، همه آرام میگیرن. چه قدرتی بزرگی داره الله رب العالمین که این دنیای تاریک دوباره روشن میگردانه. باید ما در قدرت و توانایی الله فکر داشته باشیم برادران بزرگواری من. از که شیخ سعدی میفرمایند ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند،
تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. عبر، باد، یعنی آفتاب و مهتاب، همه اینها برای چی در کار هستن برادر عزیز؟ تا اینکه من و شما چیکار کنیم؟ یک ناله نان حلال، ریزق حلال پیدا کنیم و با یاد خدا، با ذکر خدا، با نام خدا را بخوریم. از چی میگه؟ میگه این همه بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. همه برای تو انسان، ببین گردش شب روز، آفتاب و مهتاب، همه در خدمت تو هستند، اما تو باید چیکار کنی؟ در این نعمتهای خدا شکرگزار باشی و اینها را یعنی به خوبی استفاده ببری. رب العالمین چی گفت؟ و این قدرت و توانایی منه فقط انسانهای صاحب عقل میفهمند، شخصیت‌هایی که در غفلت نیستند. این بزرگواری منه، این خلق کنندگی منه، توانایی منه، بزرگی منه انسانهای صاحب عقل میفهمند. صاحب عقل‌ها را خداوند خودش بیان کرده است. کی هستند برادران عزیز؟ صاحب عقل‌ها کیا هستند برادران عزیز؟ رب العالمین میفرمایند استعذ بالله الذين يذكرون الله قیاما، شخصیت‌هایی که در حالت ایستاده بودن، راست بودن، در ذکر یاد خدا هستند. برادران بزرگوار، فقط ذکر زبانی نیست. ذکر فقط سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله نیست. هر جای میروی ببین که محبت و دوستی و امر خدا هست یا نه، اینم ذکر خدا هست. هر کاری میکنی ببین که کو امر خدا در اون کار هست یا نیست، اینم ذکر یاد خدا هست. هر فکری میکنی، هر نگاهی میکنی، هر چیزی میشنوی، هر چیزی میگویی، وقتی محبت و امر خدا باشه، این ذکر یاد خدا هست. رب العالمین میگه انسانهای صاحب عقل شخصیت‌هایی هستند که در حالت ایستاده بودن، در حالت چوخ بودن، در ذکر یاد خدا هستند. و قعودا، در حالت نشسته بودن، و علی جنوبهم، در حالت خواب بودن، در حالت و یک پهلو بودن، در ذکر یاد خدا هستند. اینها کی هستند؟ رب العالمین میگه انسان‌های صاحب عقل. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بنده های حقیقی خدا فکر میکنن در پیدایش آسمان ها و زمین. فکر میکنن که یعنی این آسمان کی خلق کرده است، به قدر کلانش، زمین ها را، کوه ها را، بحرها و دریاها را کی خلق کرده است. انسان های صاحب عقل فکر میکنن. تا امروزه حتی از پادشاهان متکبر و ظالم هم یک دعواگر نبرآمده است که بگه این کوه من خلق کردم، فلان دریا رو من خلق کردم، فلان شهر رو من خلق کردم. چون که نه از عاجز هستن، از دست نمی آید. اما رب العالمین دعوا داره، میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چیزی در آسمان ها هست، در زمین است، مالک و خالق و صاحب همه الله رب العالمین است. خلق کننده همه الله است، خلق کننده من و شما هم الله است. وقتی این قدرت و بزرگواری و توانایی الله دیدن، انسانهای صاحب عقل چی میگفتن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگارا اینها را بیکار خلق نکرده، آسمان بیکار خلق نشده است، زمین بیکار خلق نشده است، آفتاب و ماهتاب بیکار خلق نشدند. اینها همه برای چی؟ برای من و شما برادری بزرگواری من. و هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. رب العالمین میگه آنچنان ذات بزرگواری است، هر چیزی در روی زمین است ای انسان برای تو خلق شده است، برای استفاده بردن تو، اما تو برای عبادت و بندگی من خلق شده ای. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگر برای عبادت. ای انسان برای عبادت خلق شده، برای یاد خدا، بندگی و اطاعت خدا خلق شده. انسان های صاحب عقل میگفتند پروردگارا اینها را بیکار خلق نکرده، سبحانک فقینا عذاب النار. تو پاکیزه هستی، ما را از عذاب دوزخ و جهنم نجات بده، خلاص بگردان. برادران عزیز بزرگوار، یک آیت دیگر را کوتاه میخونم، وقتم رسیده.
رب العالمین میفرمایند که استعذ بالله و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. صدق الله العظیم. رب العالمین آنچنان ذاتی توانا و بزرگواری هست که شب و روز از قفای همدیگر خلق کرده است. یعنی روز با پایان شد شب میرسه، شب با پایان شد روز میشود. خداوند شب و روز برای چه از قفای همدیگر خلق کرده است؟ این عقیده و فکر ما نیست برای خواب رفتن و برای کار کردن. امروز مسلمان و مسلمانزاده این عقیده را داره که روز برای کار، شب برای خواب. رب العالمین میگه روز برای ذکر و عبادت و بندگی خدا، شب برای شکرگزاری و یعنی به قدر نعمتهای خدا رسیدن، شکرانشون رو به جا آوردن. از امام اعظم رحمت الله علیه میگه یک عادتی داشتن، هر روز خود را حساب میگرفتن. از امام اعظم وقتی میگه روز به بیگاه میرسید، وقتی در بالین و بستر میدر آمدن، از ابتدای سحر وقتی از خواب خیستن فکر میکردم من سحر چی کار کردم، از خواب خیستم، فلان جا رفتم، فلان کار کردم، کاری خوب بود، الحمدلله رب العالمین، شکر میگفتن. کاری بد بود، کاری یعنی ناخوب بود، استغفر الله میگفتن، از خدا نزد خدا بخشش میپرسیدن، توبه میکردن. تا بیگاه یک به یک خود را حساب میکردن. و حاسب نفسک قبل ان تحاسب، پیش از این که خداوند را در قیامت حساب میکنن، برادری عزیز امروز خود حساب کن، حتما در قیامت پرسیده بشوی. هر روز امروز چی کار کردی؟ کاری خوب کردی یا کاری بد کردی؟ امروز تو در ذکر یاد خدا گذشتی یا در غفلت؟ غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست. ذکر خدا بگو که از مرگ چاره نیست. در راه حق بکوش که فرصت غنیمت است، زیرا که روزی مرگ به کس آشکاره نیست. روزی مردن به هیچ کس، عمر یک بار است، میگذره خلاص میشود، اما آخر پشیمان میشه. برادر عزیز بزرگوار، و این خاطر هر کدام ما و شما حرکت داشته باشیم، حیات در ذکر یاد خدا، در عبادت و بندگی خدا بگذارانیم. حیات ما متاسفانه اکثر من امروز در غفلت گذشته است. خدا از غفلت بیدار کنیم که لحظه های عمر غنیمت هستند، بسیار تیز زود میگذرند.